الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم برادران و خواهران اهل اسلام، بنده ابراهیم خراسانی هستم. میخواهم به بازار صابری نام شخص که گویا شاعر است در بین مردم جاهل و نادان و گمراه، همچون یک شاعر خیانتکار بدبخت یا خائن ملت شناخته می شود مراجعت داشته باشم. راستی چند وقت باز در همه سایت های اینترنتی، مثال خواه اجتماعی باشد، خواه فیسبوک، خواه توییتر و غیره، بازار صابری را دشنام و لعنت و سخنهای قبیح میگویند نسبتش. بنده نمیدانستم که به چه خاطر دشنامش میدهند و لعنتش میگویند. و چند روز باز در پی مثال کافتکا بودم، جستجو کردم و خوشبختانه دیشب یک نواری رو پیدا کردم که خیلی غمگینم ساخت. اگرچه آن نوار از کفر و شرک خالی نبود، ولی متاسفانه گویا شاعر بدبخت همون رو خوانده است. میگوید که در شعرش میگوید بازار صابری که اگر همه باز نامبر میکند بزرگان تاجیک را که ما با آنها میفخریم که ما فلانی داشتیم، ما بهمدانی داشتیم. میگوید که اگر همه همون عالمای تاجیک، خواه روحانیان باشد خواه عالمایی که مثال فلسفه بودن، میگوید همه جمع شده بیایند و یک شبکه لیلی نمی ارزند، یا همه از گور برایند و مثال جمع شوند و یک شبکه لیلی نمی ارزند. شبکه که از پوست خوک آماده کرده شده است، به همون شبکه نمی ارزند. یا میگوید که خدایی که خالق همه بدبخت است، میگوید که همون خدا به شبکه لیلی نمی ارزد. دو مراتبه میگوید این سخنی کفرانه اش را. و باز میگوید که خدا و پیغمبران کذابش به شبکه لیلی نمی ارزند. خدا و پیغمبران کذابش یعنی خدا و پیغمبران دروغگویش، پیغمبران را دروغگو گفته است که میگوید خدا و پیغمبران دروغگویش به یک شبکه لیلی نمی ارزند. نعوذ بالله. راستی بنده در تعجبم که چگونه شاعر میتواند چنین سخنها را بگوید. اگرچه در شاعر بودن تو بنده در شک دارم، چون طرز سخن گفتن را نمیدانی، چون طرز شعر را درست خوانده نمیتونی و طرز شعر گفتن را نمیدانی. میخیزی امروز درباره پیغمبر گپ میزنی، مثال شعر میخونی، یا درباره خدا شعر میخونی. از خدا بترس. همون خدایی که تو رو خلق کرده است که میگویی به یک شبکه لیلی نمی ارزد، همون خدا در چندین جای قرآن برای تو برین اشخاص و امثال تو چنان دوزخ آفریده است و در قرآن خبر داده است که جای شما هم انشاءالله که دوزخ است و چنان عذاب سخت و دردناک انتظار است که ناگفتنی است. از خدا بترس بازار صابری. اگرچه در دین و ایمان یک نیستیم، بنده مسلمان هستم، الحمدلله به خدا ایمان دارم، به پیغمبران، به کتاب ها، به روز قیامت، به همش ایمان دارم. ولی تو ایمان نداری، تو لیلین پرستی بدبختی کمونیستی. اگر لیلین خدای تو باشد، خدای لیلین کیست؟ خدای لیلین گیتلر بود یا کیست خدای لیلین؟ اگرچه گیتلر بعد از اون مثال برآمد. اگر که با تو یک سوال بازار صابری، اگر که لیلین خدای تو باشد، تو لیلین رو میپرستی، پس خدای لیلین کیست؟ کی لیلین رو آفریده است؟ همون خدایی که میگوی به یک شبکه لیلین نمی ارزد، همون خدا در سوره فاطر در اول آیت 11 میگوید که ما انسان رو از خاک و سپس از نطفه آفریدیم. یعنی اول از خاک سپس از نطفه آفریده میگوید.
خلق کردیم. و در سوره رحمان در آیت 3 و 4 میگوید که انسان را آفرید و گفتن و با او گفتن آموخت، یعنی سخن کردن آموخت در سوره رحمان. و در بسیاری جایها و در چندین جای قرآن خداوند برای خلق کردن انسان ها، برای مثال از خاک آفریده شدن ما مثال خبر داده است. و در حدیث های مبارک هم نیز آمده است از خدا بترس، از خدا بترس. اگر بنده در تعجب هستم که وقتی که ما مثال وقتای جوانی درس میخواندیم و مکتب میانه میرفتیم، آنجا مثال استادان و معلمه های ما میگفتن که شاعر کسی را گویند که آداب داشته باشد، حداقل طرز سخن گفتن را داند، بفهمد که چی گفته ایستاده است. هر جاهل و گمراه و بدبخت شاعر شده نمیتواند. این را فراموش نکنید. ای همون گفتگی استادهایمان در توی یگانتی همونها را دیده نمیشود. در نوارها و عکس‌های تماشا کردم که الکی پایت بر لب گور رسیده است. از خدا بترس. اگر خدا جانت را بگیرد همین خیر توبه نکرده حرام میمرده باشی، الله تا یک عمر در دوزخ خواهی سوخت، یک عمر در دوزخ میسوزی. این را فراموش نکن. همون مارهایی که امروز در آینه نیلیگون، یعنی در تلویزیون، پیتون هایی که 400 کیلو 500 کیلو هستن که در تلویزیون دیدن با مجرد دیدن آن بنده حذر میکند، میترسد. انا همون خیل از اون دم کلان مارها در همون قبر تو را منتظرن. بازار صابری، از خدا بترس، از عذاب خدا بترس و منتظر عذاب سخت هم در دنیا هم و در آخرت باش. تو امروز میخوای این کار میکنی که این کار کردنت کمایلش مثال بدبختی. مثال خداوند نیز در قرآن فرموده است که خداوند کسی را بخواهد هدایت میکند و کسی را بخواهد هدایت نمیکند. تو نیز در جمله که مثال در دیگه جا آمده است که خداوند بنده را دوست بدارد آن را هدایت میکند و اگر کسی را مثال بد ببیند یا کسی با الله پسند نآید و او را هدایت نمیکند. که هم از همون جمله همون خوگایی هستی که از خوگم پسی تو که با الله پسند نآمدی. از خدا بترس. پایت به لب گور رسیده است، کدام روز حرام میبری. و بسیاری از برادران و خواهران و مادران اسلامی هم در مثال اینترنت، مثال در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی و دیگر شبکه ها میگویند که تو یک جوان هستی چگونه مثال میخیزی یک کلانسال را یا مثال دیگران را نصیحت میکنی و سخنهای از اسلام سخن میگویی. چگونه حالان که تو خورد هستی. برای رد همین سخنها بنده یک شعر میگویم، به همین موضوع را به اتمام میرسانم انشاءالله. میگوید، حافظ میگوید کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری. یعنی کلان سالی تو بازار صابری نزد اهل علم، نزد اهل فهم هیچ است. کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری. اگر عقل داشته باشی، خوردم که باشی، از همون تو بر مسافد بدبخت بالا است. اگر یک کودکی که خورد باشد، عقل داشته باشد، عقل و فراست و دانش و علم داشته باشد، از تو بالاست. میگوید کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری. عطای فضل حق عقل است توفیق، فرمان خداوند موافق. کلانی خواهی را و معنی طلب کن، نه این که دل بری شموی لب کن. کلانی میخواهی که یک از کلان گفته حرمتت کنند، میخواهی یک از احترامت کند، میخواهی بعد مردنت جسد پلیدی تو را برده گور کند، میخواهی بعد حرام مردنت
از پس از قفایت دعای خیر کند یا مثال در حق دعا کند. میخواهی یگان چلیش دیگر مثل تو خائن ملت بعد گذشت سالها یادت کند که گوید که یک